این طرف را به مرکز شهر دوشنبه می رود. خانه فروشی ما در همین بنا که بنای مستراک مشهور است قرار دارد. در روشنه 18 تریزایش طرفی قبله را نگاه میکنند، یعنی که طرفی دروازه حصار را. اینجا محله زرنیساری شهر دوشنبه است. بنا در رو بر روی مکتب روسی به نام گرگارین قرار دارد. این طرف را باشد اسپیچک میگویند، یعنی که اسپیچک دوم. در روشنه یکم همین بنا مرکزهای خدمترسانی معیشی مغازه ها موجود است. می رویم داخل خانه. این دری در اومد. از در اومدگاه در چپ کلادوفکا، از راست یکم حجره تریزه دارد. در بین коридор، بعدا از چپ حمام، اینش باشد تشناب. خوب که باشد دویم حجره اینش، یا که می شود که کوخنی کرد و نهایت اینش دویم حجره. خلاص این دو حجرگاه فروشی عبارت از 44 متر کвадрати است. در اوشونه 18 قرار دارد. نرخ فروش 300,000 سوم. از حجت ها شرطنامه موجود. این تیرزه ها به طرف دروازه حصار می‌نگرد. با تلفن در روی اکران مده زنگ زنید. خانه کمی باز هم معامله دارد. خبرم فروخته می شود. اوشونه 18 محله زرنیساری شهر دوشنبه یا خود اسپیچک 2. از حجت ها شرطنامه هست. آب دوی ما هست. لیفت کار میکند.